زنه خودشون ازدواج میکنن. اسمه بس سمير محمود محبوب شو بعرف خب لامصب چرا میگن تو بعضی مواقع مثلا مفت چسبید به دیوار. سلام بچه ها، روزتون بخیر، خوش اومدید به چنل خودتون، چنل ما و شما. بچه ها امروز اومدیم با یه ویدیو براتون آوردم. عجایب آقایون، یعنی خدا قشنگ انگار اینا رو از یه جای دیگه خلق کرده. وای از این آقایون. امیدوارم کلی از این ویدیو لذت ببرید. ما که ندیده داریم لذت میبریم چون میدونیم قراره چه پیش بیاد. حتما چنل ما رو ساب کنید، لایک یادتون نره، بهمون انگیزه بدید، ما رو همراهی کنید برای ویدیوهای بعدی. خیلی دوستتون داریم. شما هم با ما میتونید هم نظر باشید، توی کامنت ها برامون بنویسید که مثلا در مورد این ویدیو نظرتون چیه، آیا واقعیه، غیر واقعیه، هست همچین چیزی یا نه. اصلا نگران نباشید، اینجا یه اختلال کوچیکیه. دوستان پروش کنید درست میشه. نه درست میشه، اجازه بده. مدیر فنی من الان خوابم میگیره باز فس میشم. میشه فس نشی؟ خب بچه ها، ما اصلا قصد توهین به آقایون رو نداریم و فقط جنبه فان داره. کلا دو جبهه هست، همون خانوم هم هستن که یه سری اخلاقی خیلی خاص دارن که حتما ویدیو اونم براتون میذارم. آره، ما نقطه نظرمون شخصی یا مثلا جنس خاصی نیست. آقایون خانوما هیچ فرقی نداره. جدی شده؟ نه جدی نیست. چی بود؟ وقتی نمیذاریش بره داخل هم میشه. خب برو اولین ویدیو رو بذار ببینیم. نازنین خانم بکنم تو. سلام آقا، ببخشید. خدا همین. اون روز داشتم با اسنپ میرفتم، بعد یه خانوم لب خیابون وایساده بود، ماشینش خراب شده بود، 2000 تا مرد دورش بودن. بعد اسنپیا گفت اگه الان این یه آقا بود به خدا نگاهشم نمی‌کردن. آره اینجوری هم هست. این حقیقته. حالا میخواد بهتون بر بخوره، بخواد نخوره. خب خانوما رو دوست دارن. آره. خانم دوستن کلا. خودتون مخالف من رو. جذب می‌کنن. سلامت بردار میکوری نمی‌کنم تا یه لحظه گوشیم دادم. یه لحظه دوست دخترم توی این مورد کاملا باش موافقم. سلام، چطوری؟ میای بریم بیرون؟ بگو دوستاشم. با کی هست؟ میگم این چه سیغه بگو دوستاشم بیاره. خیلی حرکت زشتیه. باید آشنا بشن دیگه. آدما پس چجوری باید هم دیگه رو بشناسن؟ کوچه، خیابون، پارک، همه رو گرفتن. آره دیگه باید آشنا بشن. همیشه باید آشنا بشن. منم با دو تا دوستامم. دوستان میگن ببینیم دوستاتو. سلام زن داداش. خب دوستان میگن اوکیه؟ اوکی. خب ما اومدیم. چیکارتون نکنم واقعا همینقدر ذوق بود. با به نظر من خیلی حرکت زشتیه. اون که بگی دوستاتم بیار، آره به نظر من چیپ ترین کاره واقعا. تو اگر داری با دوست خودت میای، اگر دوستت سینگل به سینگل بودنش احترام بذار. آفرین. مگه دوست تو چیه که باید دوستش حتما یکی باشه. آقایون نکنید این کارا رو. براشون کافیه. آخه نه عکس میخوان بگیرن وسط راه، نه مثلا گوشیاشون خیلی آره 2% کافیه دیگه. وای 2% 25 روز شد 27. بازم خوب شارژ کرد. چرا به من اعتماد نداری؟ چرا نگرانی؟ بیا نگاه می‌کنم. آرام چه خیالت راحت با من. بابا من میگم خیالت راحت، نگاه هادی هم هست.
آره زن داداش خیلی رد با وای یعنی خدایا. کلمه زن داداشو به نجاست کشید. حق خانوار بگم زن داداش. واقعا هم همینقدر پسرها پشت هم دیگه هستن. آره آفرین اینقدر دقیقاً هوای همدیگه رو دارن تو برخلاف مغازه. دخترها متاسفانه. ما خودمون رو میزنیم. فردات شم که نماز میخونی هیچ میدونستی خدا گفته اینا که نماز میخونن اون دنیا هم با زن خودشون ازدواج میکنن. وای خدایا این دیگه این دیگه نماز نمیخونه هیچ وقت. ترک نماز، تارک نماز شد. وای چرا اینقدر از همسرای خودتون فراری هستین؟ آقا نگیرین نکنین. به خدا زورتون که نکردن. نکن آقا ازدواج نکن. خیلی ویدئومون بدآموزی داره. آقا خیلی. ازدواج نکن. بدآموزی؟ لطفا افراد زیرش دست نگاه نکن. نظر من گذشته مال گذشته با بریزش تو اصلا گذشته مهم نیست تو رابطه. تو خودت هم دوست دختر داشتی؟ من قبلا 7 تا داشتم ولی مهم نیست به نظر من. مهمه نه خودت مربوطه. تو دوست پسر داشتی؟ نه وقتی بچه پس این نشون میده هیچ وقت راستشو نگید برای شروع یه رابطه. از گذشته‌تون حرف نزنید. اصلا دلیلی نداره. نه اتفاقا نمیخوام ما رو آگاه میکنی. چرا جبهه میگیرین به گذشته خانوما؟ وقتی به حضرت فاطمه میخواین خودتون حضرت علی. وای جدی بود ولی نه من خدایی گفتم. بچه قبول کنید دیگه هر چیزی که خودتون دوست ندارید برای یکی دیگه هم دوست نداشته باشید. دیگه یا هرچه برعکسش. برای خود میپسندی برای دیگران بپسند. شد حدیث تو حدیث. وای آزورم گرفت. وای در علیزاده موردش حرف بزن. عاشقشم به خدا. سلام عزیزم خوبی؟ با بچه ها فوتبال بودم الان تموم شد زنگ زدی. سلام راستی امروز رفتم عطر رو دیدم و شده 25 تومن. آخه من که عطر دارم الان عطر نمیخوام که. برای تو نه برای خودم. حسش موز میخوره. همین درد موز خوردن. نه برای خودم. الو بچه تصویر خشک شد. چقدر شما پسرا با هم دیگه ای به خدا لعنتی. به خدا خیلی پشت همن. خیلی. یعنی حتی اگر واقعا دشمن هم باشن آفرین. ببینن طرف تو خطر افتاده مخصوصا دیگه اگر پای خانومش دخترش در وسط باشه میون که دیگه باشه. اوه از بره. تو گروه دیدم نوشتن رضا تصادف کرده. ای وای خودش پشت فرمون بوده؟ نمیدونم من فقط دیدم تو گروه نوشتن رضا تصادف کرده. الان حالش چطوره کجاست؟ نمیدونم من فقط تو گروه دیدم نوشتن رضا تصادف کرده. کسی دیگه هم تو ماشین کنارش بوده؟ نمیدونم من فقط دیدم تو گروه یعنی اصلا پای غیبت نیستن. یعنی اگر این شخصیت رو پیدا کنید که با خانوماتون بشینید غیبت کنید 90% راه رفتید. شما دیگه اون خانوم رو بردید. هزار بار داره میگه فقط اینو نوشتن تو گروه. من نمیدونم. تصادف کرده. حالا اگه برعکسش بود مثلا اگه خانومه این خبر رو میخواست با آقای بده قشنگ از ریز پیزش رو رنگ در دمپایی می رضا هم آورد. گفته بود. آفرین که اصلا چی شده رضا چه خوابی شب قبلش دیده و نمیدونم واقعا چون من فقط تو گروه دیدم نوشتن رضا تصادف کرده. کجا یعنی تصادف کرده؟ نمیدونم من تو گروه دیدم نوشتن فقط رضا تصادف کرده. با ماشین خودش نمیدونم. عالی بود. واقعا هم نمیدونم. یعنی آفرین. فکر کن مثلا کل مغز آقایون اینجوریه که کلیت داستانو میگیرن و دیگه آره دیگه نمیدن. اهمیت نمیدن. ما آخه این چیزا خانوما. بگم مهم هم همونا درستش کلیاتش. اینه ولی خب ما خانوما جزئی نگریم آره برامون مهمه. رضا چرا تصادف کرده؟ با من را باشید. با ما هم رو حاجیچ میگم ما ضد آفتاب گرون شده حداقل حروم نکنید بلد نیستید بزنید. چرا اینجوری شد؟ آخه این آقایون جای خاصی هم ندارن که بخوان مثلا بزنن یه تیکه این بره یه تیکه اینجا یه تیکه اینجا یه تیکه اینجا. این تیکه رو اصلا ندارن و میزنن بعضی و میزنن ریشاشون هم میزنن.
شد. میگن آقایون نباید آرایش کنن، واقعا همینه. آقایون شما خودتون همجوری خوش تیپید. آفرین. والا به خدا. بعد جالبش اینه که اصلا همون که هیچی از آرایش نه میدونن نه میشناسن. نباید هم بشناسن، کاری باش ندارن. مثلا مفت چسبید به دیوار. آره فقط گوشیه رو نجات داد. یه کلیپ دیگه دیدم پیداش نکردم اینجا بذارم. پسر ورشته ماده بیهوشی ریخته رو دستمال گذاشته ببینم چه حسی داره. بعد پشت دوربین قش کرد. بیهوش شد. هر چیزی رو امتحان نکنید میکنن. آقایون 8 ساله. اگر آقایون کودک درونشون رو فعال کند اگر آقایون واقعا کودک درونشون رو فعال کنن یعنی قشنگ با یه بچه 8 ساله روبرو میشی در سن 40 سالگی حتی، چه بسا 70 سالگی. بله. مرحبا معلم. هلا حبيبي تفضل. يبقى عندك حبوب مانع حمل؟ ايه عندي. شو اسمه بس؟ سميرة. لك مو اسم الحبوب. شو بعرفني؟ خب لامصب چرا گل تو بعضی مواقع خیلی دلت پره نازنین. لامصب چرا باید از این دوست دختر تو رو بپرسه؟ یه 30 ثانیه فکر کن بعد همچی هول شده بعد فکر هر بچه هم بیا بیرون. دقیقا. سمیرا مگه میخوای صورتتو بشوری با این کرمه؟ به خدا همین مدلی هست. آره آقایون ناراحت نشید ولی واقعا شما از خیلی چیزا سر در نمیارید. شما یکم بهش فکر کنید. ریش دارید، سیبیل دارید. تازه همونایی هم که ندارن اصلا میزنن باز بد میشه. نکنید. آقا خودت خوش تیپی، نمیخواد آرایش کنی، نمیخواد کرم آفتاب بزنی. همینجوری خوبی باز سیاه باشه. تاکید داریم به حمایت شما. خواهش میکنم وقتی که اومدی نشستی داری زحمت میکشی ویدیوها رو تماشا میکنی اون لایک رو بزن، اون دکمه حساب رو بزن و ما رو خوشحال کنید دیگه با حمایتاتون. اگر این نوع ویدیوها رو دوست دارید حتما بهمون بگید. ما از هر ویدیو میتونیم پارت‌های خیلی زیادی درست کنیم و مثل اینکه ویدیو مادرها خیلی چیز بوده، طرفدار داشته، عنایت قرار گرفته چون کوتاه گزیده آقا برو. خب عزیزای دلم لگنت زبون خب برو. همین چی قاطی شده. عزیزای دلم اینم از ویدیو آخر. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. حتما تو کامنت ها ایده هاتون رو بهمون بگین. ما حتما اون ویدیوها رو درست میکنیم و مرسی دوستتون داریم که وقت گذاشتید. خدا نگهدار. تموم شد دیگه. من نشد چون میدونم هی میخوای الکی کشش بدی. بیا خدا حافظ. من حرف میزنم شکایت دارم. من ویدیو نمیگیرم. فردا خودش در نه باشه چی بهت بگم. حالا اون که قطع شد ولی خدا وکیلی تو هی میگی. میگم خب بازم مرسی که بعد الان خب اینجا رو کات میگه خداحافظی بزن. کات نمیکنم. خدا کات نمیکنم. آبروت میبرم. آبروم با چیزا نمیره. خدا نگهدار. کودکی من الان با کودک درونم اومدم. به قرآن الان من کودکم در برابر بچه بینیم بابا. والا به قرآن فکر نکن عزیزم از کو میرم بالا. با هم دیگه کورس میذاریم از کو بریم بالا، وزنه سنگین بلند کنیم، تو باشگاه ببینیم چقدر کی دوام میاره. کدوم بچه ای کارا میکنه؟ نه منظورم اینه که اگه به پاش برسه من همه چی مثل کوچیک‌تره.